بله شکر چه کاری تو نمیشه که تو نمیرم که کردم گفتم خدا خوب برم راه نیم راه کوداش تا متا یک جای بند مونه یک چیزی اینطوری برم خدا خوب کاش کنم. خوب کار کردی برو خوب کار چیکار کردی همه مثلا میدار همه چیز تیار کردی مثلا کلا ظرف کاسر تیار کردن طول میگیری وردشتون دیگه همه تیار کردم موتور تل انداختم آماده کردم دیگه با امید خدا صبح کردم و صبح بخون حرکت کنم خوسته دیگه همه چیز رو پس آماده کردی همه چیز آماده کردم خوب کار کردی عباس عباس بله بیا اینجا برو من میام بیا چای اگه میخوری خوب بیالی بیا نه بخوریم بای لالا یک وقت برارم من چیکار کنم برو دم خونه گیله کنه بفهمیدی دم سر گله کنم آدم سرا گیله کنه برو بگو برار ما گفتن که ما بریم به شکار خب بفهمیدی اگه خودی ما میری بگو همون تو میری ما شکار میکنیم میگیری میکنیم به شکار میریم بالاخره همونجا اگه میری خودی ما آماده شی بیا که بریم لالا جان خب برای بگم که کی بیای بگو فقط صبح محل نماز بیا اینجا حرکت بگیم وقت مینه صبح وقت صبح وقت بگو خب بفهمیدی خب دل من گم شده یاره نداره آقا یار گله کنه بعد سگی هم داره یک دنگ پوشی در نباشه که من نگیره بله گیلک عباس چه خبره؟ گیلک سخو بگی گیلک نمیگیره برو بسته در برو چی می؟ بله گیلک جو ها من برای من که دست را شما خب تک بر دست را گیلک صبح وقت بخیر میریم کوه به شکار به میگیری برای گفته میری بیا بریم که با نه که با نه مر نه گفتی ما هم میرفتم اشتا نمیرن گردن مسکیل خودم دارم نه با موتر میرم ها به میگیری و شکار مثلا شکار میکنه او که این چیزا دل جمع باش سکو تو یک کاری بکن خوب سو وقت ها بخیر سو وقت در بسکدی تو هم میری؟ با مو کوه دوشاخ با کو دوشاخ؟ آها جایی که 3 سال پیش رفتیم کک خیلی داره گردن همه بند باشه برای خوی نبگو دیگه بخاری نور داره که پخته هم بکنیم بخور شکار میکنیم دیگه اگه میری بری سو وقت بیام دیگه دیگه برو خود میگم برو بگو که لک گفته سو وقت من میام خوب میام دم سالا شما خداحافظ خوش آمدید کمی که کوکو گیلک میگیره تو اشتار خیره بیا سگه کچ درم بسته شد خداحافظ خوش آمدید شهر مایم مختار نداره فکر نمیکنه که می خونه و زندگی الی یا میگه منم بار داره ببریم با کجا تا بار داره ببریم خود خود این خونه و زندگی رو کی لکنم من رمضان بیا اینجا بله تو چی قال مقال داری خود ما را هیچی مگر من برم خود شما به کجا بری خود ما به شکار به کو این خونه ای زندگی رو کی لکنم خب من چیکار کنم که به کیالا کنم خب شما میری منو ببرین دیگه حداقل خودی خوب این میشه که هر جا مرا تو خود خود رو ببرم این ماده پیزال به کی لکنم خونه زمین زندگی به سیل به کی لکنم کنه میشه خونه و زندگی پس میایم دیگه هر روزی بیام ما بابا جان ما 2 شب 3 شب اونجا میمونیم خدا میدونه کی بیایم چی مشکلات به اونجا برام بخوریم تو می خونه زندگی می ننر به ای مادر مشت پیزال خو به کی لکنم ما هم نانر بوریم به خونه خسر شما میشه که به خونه خسر خو خب به خونه زندگی رو کی لکنم من چی کار دارم لالا من مگاری برم بشی صدا خوب نه من مگر برم او دفعه دیگه هم برفتیم من نبردیم بونه کردیم که ما چون خونه یالا سرا یالا ما چون چکار رفتیم بابا جان اما ور میخزم میریم 2 شب 3 شب گویم یک نفر مرد ما که تامین خونه باش یا نه من جیبارم شکار مکار بکنم 4 5 تا کوک بره تو میام تو چه دیگه چی می 4 5 تا چی کوک پارسال همه تو گفتید مثل که شما پیش بینی نکنی که پیش بینی نداره
پارسال نبردم اینجا. پا چی کار میریم؟ ما به خاطر شکار کوک میریم او میره که هر کدوم کارو باشه. حالا خود من میرم با خود خو میارم. نمایه که شما به زحمت کشین برین بیاردین. خلاصه بگو. حساب ما خراب نکن بشی به خونه بشین نگه صدا خورم. من میرم خلاصه اخبار. میرم وقت زک کنم زمان لو صدا میزنم. پس چری عباس میبریم لالا. برارمه عباس که خود نمیفهمه. تو کارم هوشیاری عاقل بالغی. خب بریم لالا هر کار میکنیم خود شما میریم اختیار خود داره. تشویش نکن ما با تو کوک 4 5 تا کوک هم میدار میارم. تو چی میگی؟ می هم با تو میارم کوک هم میارم. لالا کوسه کنیم کوک که میاریم به شرط یک کاری بکنیم که نه امورا با لشای نرین زنده بیاره. همون کارو میکنم. تشویش نکن. خوب. چکی وخی بابا بیای بابا کان شکار کردم. شکار کردی؟ شکاره ایره کجا بردی؟ گردن این میفهمی چیه بابا؟ این چیزیه او گردن ما بند باشه برای تو من کو هم یاد بارم دیگه من طلاق سر از من گرتگ ندادن دیدن گفت این زنده گرفتم بابا اشته نه یانویشا بابا وخی اساس سب کن بابا چشمر پاره نکنه نمیخدارم برو بابا بغل خونه میشه بکنم این نمیشه ببریم بابا بگی که ببری میفهمی که او چیز ارزش داره بگو چی رقمه شما میگین خیلی که قیمت داره چی رقمه میگین گیلک به خرج خونه میارزه حالا به خرج خود میارزی این پیش شما باشه ما برم تنبی بیارم برو زودتر که تنبی بیارم من زودی گیلا بیا که آبیش مباجسته آبیش مباجسته با کجا جسته؟ خدا بکن مامه با کل به شما با کدوی تنه بابا بابا او 10,000 به قیمت بده چه یلا کردیم اونو اگه من میکشی کار میکردم با خاکی که میکش او بیتر بیدیا شما کجا رفتی؟ چه کار تو بیا مادر بگیره در رو کمه رو میخوره کویلت بابا چه کار کنم نگه چکار کردن جام جان دور نکنم این بلایی آوردی در رو که بر خود یلدیم بابا یلدیم کو آن چکار کنم چه خوبه کردو چکار کنم این بلایی آوردی برو